خوشگلای من، حالتون چطوره؟ آقا امروز میخوام بیام در مورد کرم پودر، اینکه چجوری رو صورتتون بزنیم، اصلا چه کرم پودری بخریم، کلا در مورد کرم پودر یکم با هم دیگه صحبت بکنیم. کرم پودر انواع مختلف داره. یک کرم پودر برای پوست چربه، یک کرم پودر برای پوست خشکه، یک کرم پودر مثلا برای روزانه است، یک کرم پودر فول کاوره، یک کرم پودر مثلا کاورش پایینه، یه کرم پودر که مثلا فینیشینگ مات داره، یه دونه کرم پودر که فینیشینگ براق و مثلا گلویی و اینجور چیزا رو داره. خلاصه که خیلی زیادن. حالا اینکه شما باید چی انتخاب بکنید الان میخوام در موردش صحبت بکنم. اولین کارش اینه که پوست خودتون رو بشناسیم. همه ماها تقریبا با نوع پوستمون آشنایی داریم. برای اونایی که نمیدونن دارم توضیح میدم. اگر شما نمیدونید نوع پوستتون چیه، اول باید بیاد نگاه کنید اصلا روی پوستتون شما جوشی دارین. وجود جوش توی یه پوست میشه پوست چرب. شما از حموم میاید بیرون، اگه پوست صورتتون کشیده بشه دو تا حالت داره. میتونیم یا بگیم پوستتون خشکه یا نه میتونیم بگیم پوستتون دهیدرات هست. این به چند ساعت بعد از اینکه از حموم میاید یا پوست صورتتون رو میشورید معلوم میشه. یه زمانه پوست شما میگید پوست من خشکه، موقع که از حموم میام پوست من کشیده میشه، پوست شده. این زمانیه که پوست شما دهیدرات هست، یعنی آب پوستتون به شدت پایینه. ولی بعدش شروع میکنه مثلا صورتتون برق افتادن، چربی پس دادن، مثل خود من. حالا این دهیدرات شدن پوست چند تا عامل مختلف داره. من خیلی نمیخوام واردش بشم چون تو حوزه فعالیت من نیست و نمیتونم خیلی در موردش نظر بدم. در حد اطلاعات خودم اگر بخوام بهتون بگم، ببینید، یک، آب کم خوردن میشه دهیدرات شدن پوست. دو، یه سری عوامل محیطی تاثیر میذاره رو خشکی پوستتون. مثلا اگر توی شهر تهران داریم زندگی میکنیم میدونیم که یه آب و هوای خشک داریم، یه آب و هوای کثیف داریم. این آب و هوا میاد تاثیر میذاره روی پوست شما که پوست شما بشه دهیدراته و اون آب بدنتون گرفته بشه. سه، میشه مثلا یه سری مشکلات و مریضیات توی بدن، یه سری هورمونا بالا پایین شدن، اینا همه میشه باعث خشکی پوست. و اون مریضیه که میتونم بهش اشاره بکنم و اکثر خانوم ها دچارش هستن، یک، کمکاری تیروئید، دو، تخمدان پلیکیستیک PCO. اگه شما هم مثل من کمکاری تیروئید یا PCO داشته باشین، خب خیلی قضیه براتون سخت میشه که این خشکی پوستتون رو بخواین کامل درمانش بکنید. میتونید از یه سری محصولات پوستی استفاده بکنید، ولی اینکه درمان بشه خیلی بستگی داره واقعا به بدنتون. من خودم قرص کمکاری تیروئیدمو میخورم، برای PCO درمان دارم، ولی همچنان پوست من دهیدرات هست. ببینید اینجاهای پوست من، تیزون صورت که اینجا بهش میگن، کاملا چربه ولی پوست من دهیدرات هست، یه جاهای خشکی میزنه اصلا پوستم. حالا بریم سراغ پوست خشک. یه زمانی هست شما از حموم میاید، پوستتون رو شستید و توی دراز مدت همچنان احساس کشیدگی دارید یا پوست شدن صورت، پوست شدن پوست رو دارید، اون میشه دیگه پوست خشک. و یه سری پوست هم داریم بهش میگن پوستای حساس که ما این دسته رو میذاریم کنار چون ما فعلا داریم در مورد کرم پودر و لوازم آرایشی استفاده میکنیم. پوست حساس معمولا توی فیلدایی مثل یه سری کرمای درمانی، داروها، قرصا، اینا بیشتر توی اون زمینه میرن که مثلا هر چیزی به پوستشون سازگار نیست و ممکنه که سریع باهاش جوش بزنن و پوستشون واکنش نشون بده. حالا پوستمون رو شناختیم، میخوایم بریم کرم پودر بخریم. حالا باید چه کرم پودری بخریم؟ اگه پوست چربه باید بیای کرم پودرایی که اویل فری هستن یا پایه آب هستن انتخاب بکنی. اگه پوستت خشکه باید بیای کرم پودری که توش یه کوچولو چربی داره، اونو استفاده بکنی. اگر پوستت میکس این دوتاست، یعنی تیزون صورتت چربه، بقیه صورتت خشکه، باید بیای یه سری کرم پودری استفاده بکنی که نه برای پوست خشکن نه برای پوست چربن، یعنی روش نوشته نشده اویل فری. مهمتر از همه آماده کردن پوستتون برای زدن کرم پودره. آماده کردن چیه؟ خب شما میخواید کرم پودر بزنید، میخواید میکاپ بکنید، میخواید برید مهمونی، میخواید برید بیرون، اصلا هر جایی که دوست دارید برید میخواید کرم پودر بزنید. اول از همه باید صورتتون رو کامل با یه شوینده مخصوص پوست خودتون بشورید. بعد از اینکه پوستتون رو شستین یه گلدن تایم دارین که بیاین بهش آبرسان و مرطوب کننده بزنین. اون گلدن تایم چقدره؟ 7 دقیقه است. اگر توی اون 7 دقیقه آبرسان مرطوب کننده رو به پوست صورتت زدی، این کامل جذب صورتت میشه. اگر نزدی
بعدش زدی دیگه به هیچ دردی نمیخوره. من مرحله که دارم بهتون توضیح میدم خودم هم این کار رو انجام میدم. من الان پوست صورتمو شستم، 7 دقیقه یکم بیشتر شده چون داشتم ویدیو میگرفتم، ولی میام شروع میکنم کرم پودر میزنم، مرطوب کنندم رو میزنم به پوست صورتم. سعی کنید بیشتر به سمت بالا بکشید. مرطوب کننده که میزنید، مرطوب کننده من مرطوب کننده و آبرسان با هم قشنگ همه جای صورت، حتی اگه پوستتون چربه حتما این مرحله رو انجام بدید. بعد از این مرحله 100% ما باید بریم سراغ کرم دور چشم، ولی الان چون داریم در مورد کرم پودر صحبت میکنیم خیلی وارد دور چشم و کانسیلر و محصولات دور چشمی نمیشیم، ولی من کرم دور چشمم رو میزنم. بعد اینکه کرم دور چشممون رو زدیم، مرطوب کننده هم زدیم، باید یه چند دقیقه در حد 3-4 دقیقه بهش کامل اجازه بدیم که خشک بشه و جذب پوستمون بشه. بعد از اون میریم سراغ پرایمر. آقا پرایمر مناسب من چیه؟ مثل همون کرم پودری که بهتون گفتم. ببینید پرایمر چند تا نوع مختلف داره. یک پوست رو صاف میکنه، یکی چربی پوست صورت رو میگیره، یکی منافذ رو میبنده، یکی یه روغنی داره که به پوست میده پوست شاداب بشه. یه پرایمر داریم مثلا حالت گلویی و براق میده به پوست صورتتون. باز مناسب با پوست صورت خودتون اینا رو انتخاب میکنید. خیلی برند داریم، از بهتون بگم 500-600 هزار تومان میتونید پرایمر بخرید تا 10 میلیون 20 میلیون. همه اینا توی این بازه قیمتی هست و اینکه واقعا باید بگردید ببینید چی به درد شما میخوره و دوست دارید چه کاری انجام بدید روی پوستتون. پیشنهاد من بهتون اینه که برای روزانه اصلا از پرایمر استفاده نکنید. اصلا سعی کنید روزانه کرم پودر هم استفاده نکنید. حالا اگر دوست دارین روزانه صورتتون کاور بشه، یه دست بشه، حالا جای جوشاتون بره، هر چیزی که هست دوست دارین یه رنگی به پوست صورتتون بدین، از ضد آفتاب‌های رنگی استفاده بکنید. بعد اینکه این مرطوب کننده من خشک شد، یه چند دقیقه مون روی صورتم، من میام از یه پرایمر استفاده میکنم. پرایمر من اسمش باکس فوتو فینیش هستش. این پرایمر چیکار میکنه؟ من فقط میام میذارم روی منافذ پوستم. اینو کجاها دارم میذارم؟ جاهایی که منافذ دارم یا جاهایی که چربی داره پس میده، اینا رو میزنم که منافذش رو ببنده و بعد از یه تایمی برق نیفته. روی بینی، حالا اینجاها اگر اینجا منافذ دارین، یه سری یا اینجاشون عرق میکنه. قبلشم دیدید من پرایمر رو زدم روی دستم و اینجا گرمش کردم، بعد آوردم زدم روی پوستم. همون حین این که داشتم میزدم، نمیدونم دیدید یا نه، ولی قشنگ اینجا همون مات کرد، منافذم رو بست. اشتباهی که همه میکنن اینه که میان اسپری فیکسشون رو بعد از کرم پودرشون میزنن. میتونید بعد اونم بزنید و باعث میشه کرم پودر بیشتر فیکس بشه روی صورتتون. ولی الان که شما اومدید پرایمر زدید، حالا من منافذم رو زدم، شاید شما بقیه صورتتون هم زدین، شما احتیاج دارید که این پرایمر روی صورتتون بلاک بشه، پس میاید از اسپری فیکس استفاده میکنید. 1 دقیقه بهش زمان میدین خشک بشه، بعد شروع میکنیم کرم پودر زدن. کرم پودری که من الان دارم استفاده میکنم کرم پودر استی لادر هستش. این برای پوستای چرب تقریبا، چون اصلا بازش هم که میکنیم بوش میکنی یه بو الکلی داره. خب این الکله یعنی که داره چربی پوستتون میگیره دیگه. یه چیزی بگم قبل اینکه بزنم، هیچ وقت نرید خود این کرم پودر رو اینطوری فشار بدید روی صورتتون. من از این کرم پودرم برمیدارم، زنم روی دستم. روی دستم که زدم میام یکم گرمش میکنم با همین براشی که زده بودم. همین براشم یا با انگشتم شروع میکنم کرم پودر رو میذارم روی صورتم. حجم کرم پودری هم که میذارید روی صورتتون سعی کنید خیلی زیاد نباشه.
اگر خواستین حالا بعدش دوباره شارژش میکنید. این مرحله نیاید اینو مستقیم بزنید روی صورتتون، چون باعث میشه صورتتون کیکی بشه. یا با انگشتتون یا با یه همچین براشی اینو شروع کنید پخشش کردن. اینم به صورت ضربه‌ای باشه. اینجا رو ول نکنید. یه ذره از کرم پودر که به براشتون هست بکشید پایین تر. الان این ور صورت من، نمیدونم با این ور چقدر تفاوت داره، نمیبینم خودمو. این ور به نظر من اوکیه، بسته کرم پودرش. میام شروع میکنم این ور صورتمو کرم پودر میزنم. اول این ور رو زدم، بعد اومدم سراغ این ور. چرا؟ چون که کرم پودر من برای پوستای چربی نداره. اگه هر دو ور با هم بزنم این ور پوستم خشک میشه، این ور دارم میزنم این ور ماسیده میشه، دوباره پوست صورتم کیکی میشه. اینجا مثلا یه ذره کرم پودر میخواد، دوباره میذارم. اینجا یه تبخالی زده بودم، بعد کاور میشد. خب جایی که لازم نیست خیلی کاور زیاد بدیم بهش، یه دونه پیشونیه، یه دونه روی بینیه. پیشونی چون عرق میکنه و باعث میشه کرم پودرتون خراب بشه. بینی هم اگر چربی پس بده اونطوری دوباره کرم پودر رو خراب میکنه. میرسیم به این. با این بیوتی بلندر نمدارمون، ببینید آب اصلا هیچی نداره، خشکم نیست. میام شروع میکنم هر چی که روی پوستم کرم پودر اضافه هست میگیرم. این شد کرم پودر من. حالا بعد از کرم پودر باید چیکار کنیم؟ تمام متریال های کرمی که میخوایم استفاده بکنیم الان استفاده میکنیم. میشه کانسیلر، روژگونه کرمی، تینت، کانتور کرمی، همه اینا رو الان استفاده میکنیم. آخرش که تموم شد با یه پودر فیکس قشنگ برمیداریم، یه براش رو میزنیم به پودر فیکس، کامل میتکونیمش، میکشیم روی صورتمون و در نهایت دوباره یه اسپری فیکس به کل صورتمون میزنیم و تمام. اینجوری دیگه کرم پودر ماسیده، کیکی، زشت، بدرنگ هیچی ندارید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه دوست داشتین لایک یادتون نره، برام کامنت بذارید، بگید دیگه چی دوست دارید بهتون یاد بدم. تا ویدیوی بعدی.